ادبستان، برنامه ای از رادیو کتاب، نیم نگاهی به ادب و ادبیات فارسی. رادیو کتاب در خدمت نویسنده ها، برنامه ای برای فر فرهنگ. تاریخ مختصر مطبوعات افغانستان. رادیو کتاب وارد 7مین سال فعالیت شده است. در این مدت هیچگاه به خاطر جذب نمودن مخاطب برنامه حاوی گفتگوهای خشن و موهن پخش نکرده است. سعی نموده برنامه‌هایش آموزنده و روشنگر حقایق باشد. در یک ماه اخیر با تشریف آوری دانشمند اثرگذار در تاریخ و ادبیات کشور ما دکتر سید موسوی، مخاطبان رادیو کتاب بیشتر شده و با نوشتن نظر، نقد و پیشنهاد در ذیل برنامه‌های تاریخ روشنفکری افغانستان فعالانه سهم می‌گیرند. رادیو کتاب به خاطر قدردانی از حضور دانشمندان و سپاسگزاری از فعالیت مخاطبان برنامه تاریخ مختصر مطبوعات افغانستان را تولید نمود تا مکمل تاریخ روشنفکری افغانستان باشد. گزیده ترین راه روشنگری چاپ نشریه و ساختن رسانه است. وقتی ما نام نشرات، محل نشر و تاریخ نشر آن را بیان می نماییم، ثابت می شود که کشور ما روشنفکر داشته و در زمانهای مختلف روشنگری نمودند. لیست نشرات را از زمان امیر حبیب الله خان آغاز می کنیم. تأسیس روزنامه‌ها و جراید افغانستان در دوره امارت امیر حبیب الله خان 1279 تا 1298، 1901 تا 1919 میلادی. امیر حبیب الله خان در اوایل سلطنت خود تلاش نمود تا مقررات استبدادی دوره امیر عبدالرحمن خان را لغو کند و در راستای اصلاحات و توسعه کشور گام بردارد. لذا به کمک نخبگان افغانی، متخصصان آلمانی و انگلیسی طرح‌های روی دست گرفت، اما تحت تأثیر اعمال سیاست‌های انگلیسی بسیاری از فعالیت‌های مطبوعات متوقف و نخبگان جامعه در معرض تهدید قرار گرفتند. شاه نتوانست برنامه‌های قبلی را دنبال کند و به عیاشی گرایش پیدا کرد، اما به همت جمعی از نخبگان تلاش‌های در عرصه مطبوعات صورت گرفت که شالوده روزنامه‌نگاری افغانستان را تشکیل می‌دهد. 1. اخبار قلمی. این اخبار قبل از سراج الاخبار منتشر می شد که در آن اخبار خارج و داخل کشور تهیه و تنظیم می گردید و سپس به دربار و سایر مسئولین دولت تقدیم می شد. مطالب آن بیشتر ترجمه اخباری بود که از منابع خارجی اخذ می شد و توسط خطاط تحریر و به اطلاع مقامات ذی صلاح رسانده می شد. 2. سراج الاخبار روزنامه. پس از خاموش شدن نخستین شعله مطبوعات کشور شمس النهار، دومین آفتاب طالع مطبوعات سراج الاخبار پس از 28 سال در فضای کشور به همت جمعی از نخبگان پرتوافشانی نمود که حقیقتاً مطلع روشن و با دوامی در عالم روزنامه نگاری افغانستان محسوب می شود. این روزنامه در 11 جنوری 1906 مطابق 15 ذی‌قعده 1322 هجری قمری به نشر آغاز کرد. نخستین مدیر مسئول آن مولوی عبدالرؤوف مدرس مدرسه شاهی افغانستان بود. متاسفانه در اثر مداخله بریتانیا روزنامه مذکور پس از نشر نخستین شماره خویش متوقف شد و تا سال 1312 هجری شمسی نشریه دیگر چاپ نشد. در این 6 سال به اثر مساعی مداوم محمود طرزی سراج الاخبار افغانستان پا به عرصه وجود گذاشت.
شایان ذکر است که تقاضای نشر سراج الاخبار افغانیه نیز به اساس تقاضای مولوی عبدالرؤوف خان مدرس مدرسه شاهی بود که اجازه چاپ پیدا کرد. پروفسور آهنگ چنین می نویسد: از دوسیه سراج الاخبار افغانستان معلوم می شود که برای نخستین بار مولوی عبدالرؤوف خان موضوع نشر اخبار مذکور را پیشنهاد نمود. پیشنهاد مذکور به حضور سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله طی 11 ماده تقدیم شد که مواد 11گانه آن به شرح زیر است. 1. اسم اخبار سراج الاخبار که بر صفحه اول آن به قلم جلی نوشته شود. 2. چند اخبار ضروری برای اخذ نمودن مطالب علاوه از اخباراتی که بالفعل به دارالسلطنت کابل می آید و دیگر اسباب مثل نقشه ها و جغرافیه ها و کتب لغت که از برای اجرای کار اخبار مطلوب باشد خواسته شوند و به نام سررشته‌دار داک یعنی اداره پست اسلامیه پشاور فرمان صادر شود که اخبار و کتب مطلوبه را به قرار سیاحه زیر خریداری نموده روانه کند. 3. احوالات دارالسلطنت به واسطه کوتوال به بیت الشورای خاص برسد و بعد از آن به قرار اصول ثوابدید اهل شورا قابل اشاعت در مطبعه اخبار فرستاده شود و ادیتران اخبار عبارات را درست کرده به محرر پاکنویس بسپارند. 4. بعد از اصلاح عبارات و مضامین محتمم مطبعه به ثوابدید ادیتران مضامین را ترتیب نموده برای کاتبان کاپی بسپارند. مدام این امر را ملحوظ داشته باشند لکن حتی الوضع از مسائل اختلافی اعتراض کرده شود تا بین اهل اسلام برادری قایم گردد. 5. احوالات و مضامینی که اکثرا درج اخبار کرده خواهد شد حسب ذیل خواهد بود: الف. مسائل دینیه. ب. اشتهارات از برای بهبود رعیت و سررشته داخل ملک وقتا فوقتا از طرف صاحب دولت شایع می شود. جیم. اخبارات خارجه. دال. حالات ممالک محروسه افغانستان. ه. حالات مقامی یعنی وقایع دارالسلطنه. واو. نرخ غله و غیره. ز. کیفیت موسومها در علاقه های ممالک مختلفه محروسه. ه. شعر و سخن بعد از ثوابدید ادیتران. توی. نسخه های ادویه مجربه و وسایل طبیه. یا. اشتهارات تجار. کاف. حرکات و حالات ذات مبارک و سرکار والا مثل جشن و دربار کلان رسمی و معاینه افواج و غیره. 6. تقطیع اخبار به این قسم باشد که نقص کاغذ نشود و اگر برابر حبل المتین باشد بهتر است. 7. در ابتدا اخبار فی ماه 2 دفعه منتشر شود. 8. بالفعل اخبار از 8 ورق علاوه نباشد. تعداد قطعات اخبار نظر به تعداد منصبداران ملکی باشد و نظامی خدمتگاران سنجیده و مقرر کرده شود و 100 قطعه نسخه و 100 قطعه یعنی نسخه علاوه چاپ شود. 9. سررشته تقسیم اخبارات به کارپردازان داکخانه داده شود و نفر پیاده داکخانه به قدر ضرورت افزوده گردد. 3. سراج الاخبار افغانیه. 6 سال از 1906 تا 1911 میلادی باز هم افغانستان اخباری نداشت. بالاخره در 16 میزان سال 1290 شمسی برابر با 1911 میلادی چراغی که خاموش شده بود مجددا روشن گردید. شاید گفته شود که اینها از طرف حکومت وقت به عمل آمده، ولی مردم افغانستان نیز در همه این امور و فعالیت‌ها مجدانه و شعوری سهم گرفتند. در اینجا می توان از یک گروه به نام اخوان افغان به شمول ترزی که گرد هم جمع آمده بودند و با آرزوی پیشرفت افغانستان کار می کردند
این جوانان که رفرم های ترکیه و ایران را دیده بودند آرزوی آن گونه رفرم را در کشور خود داشتند. این آرزو و تمایل مشترک مردم و حکومت فضای را ایجاد نمود که در آن وجود یک نشریه احساس می شد. نشریه‌ای که بتواند حرکات ملیت خواهی و ضد استعمار افغانها را انعکاس دهد. در اثر این ضرورت مبرم بود که سراج الاخبار تأسیس شد و به نشر آغاز نمود. آهنگ درباره مشخصات این جریده می نویسد: در نخستین صفحه شماره اول اخبار نام آن در وسط حاشیه بالا به خط ثلث نوشته شود. به طرف راست تحت کلمه نگران یعنی ناظر اشیک آقاسی ملکی حضور اعلی حضرت همایونی علی احمد درج شده است. بعداً تحت عنوان مدیر و سرمحرر نام محمود طرزی. قطع اخبار از شماره اول تا 12 13 بر 9.5 اینچ بود و 12 صفحه داشت. قطع اخبار از شماره اول تا 12 13 بر 9.5 اینچ بود و 12 صفحه داشت، ولی از آغاز شماره 12 تعداد صفحات آن به 16 ازدیاد یافت و رسم الخط آن نستعلیق بود. پرسونل، مسئولین و هیئت تحریر آن به شرح زیر بودند: 1. محمود طرزی مدیر مسئول. 2. اشیک آقاسی ملکی حضور امیر جناب علی احمد خان که غالباً در تهیه و ترتیب راپورهای رسمی و اطلاعات مربوط به کارهای عمرانی و اجتماعی سهم می گرفت. 3. مولوی عبدالرؤوف مدرس مدرسه شاهی. 4. فیض محمد. 5. عبدالهادی داوی. 6. عبدالرحمن لودین. 7. عبدالولی سرمقاله نویس یا عنوان نویس. 6. سراج الاطفال 2 هفته‌نامه. سراج الاطفال به هدف تنویر افکار اطفال و نوجوانان کشور در کنار سراج الاخبار به همت والای محمود طرزی تأسیس شد. طرزی می نویسد: سراج الاخبار در اخیر هر سال هدیه به دوستان تقدیم می دارد. از سال اول تا ششم این هدیه عبارت بود از کتب در رشته‌های علوم و فنون و در آغاز سال هشتم آن هدیه‌های موقتی به یک هدیه دائمی انکشاف کرد که عبارت بود از اخبار طفلانه یا سراج الاطفال. بر اساس این اهداف سراج الاطفال در 15 میزان 1297 خورشیدی اکتبر 1918 میلادی برای نخستین بار تأسیس شد و به نشر آغاز کرد. گرچه این نشریه به قسم ضمیمه سراج الاخبار نشر می شد، ولی در حقیقت یک اخبار مستقل بود و به طور جداگانه هم اشتراک می شد. قطع آن 12 بر 8.5 اینچ بود. طبع و چاپ آن از نوع حروفی بود و در چاپخانه دارالسلطنه کابل چاپ می شد. محتوای مطالب آن تربیتی، تعلیمی و سرگرمی و اخلاقی بود و این جریده هر 15 روز یک بار چاپ می شد. در پایان این بخش ذکر چند مطلب حائز اهمیت است. 1. روزنامه‌های این دوره به ویژه روزنامه سراج الاخبار به مدیریت محمود طرزی به رغم شرایط استعماری و اختناق و استبداد نظام آن روز دارای محتوای آرمانگرایانه و انقلابی بود. 2. به نقش‌های آموزشی، خبری، رهبری، تفریحی و تبلیغی توجه جدی مبذول می‌شد. 3. روزنامه‌نگاری دوره محمود طرزی شالوده نظام روزنامه‌نگاری متناسب با سبک‌ها و استانداردهای جدید ارائه می‌شد. و در اخیر سخن رادیو کتاب مرتبط با این برنامه. این برنامه قسمت تکمیلی تاریخ روشنفکری است و در ادامه باز هم به معرفی این جراید می پردازیم و با دست پر به خدمت شما خواهیم رسید.
امیدوارم دانشمندانی که با حضور خویش وبینارهای رادیو کتاب را خنا می‌بخشند به سوالهای ذیل جواب پیدا بتوانند. چرا عملکرد روشنفکران کشور موفق نبوده است؟ عیب کار در کجاست؟ در وجود روشنفکران یا در مداخله خارجی ها؟ بعد از پیدا نمودن علت این ناکارایی می توانیم طرح آینده را بریزیم تا آهسته و پیوسته مشکلات افغانستان را حل نماییم. شما می توانید با انتقاد، پیشنهاد، پسند و سابسکرایب نمودن رادیو کتاب را تقویت نمایید. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.